بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، پس از هفته که ما با هم درس عقیده نداشتیم به سبب که کمی پیش به شما گفته گذاشتم، امروز درس عقیده داریم، آن هم درباره نشانه های کوچک روز قیامت که امیدوار هستم امروز همش رو به آخر رسانیم و درس دیگر باذن الله دیگر درباره نشانه های بزرگ روز قیامت صحبت کنیم. یکی از نشانه های دیگری نزدیک شوی روز قیامت سرسبز گشتن صحراهای عرب می باشد و سبحان الله من و شما این را امروزها شاهد هستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح مسلم است، میگویند لا تقوم الساعة حتی تعود ارض العرب مروجا و انحارا. روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه زمین عرب برگردد به حالت سرسبزی و انهار و ریزش آب یا که جاری شدن آب ها. این حدیث به آن دلالت میکند که صحراهایی که در عرب ها هست و اگر به کشورهای عرب سفر کرده باشید خواهران عزیز همیشه صحرا رو میبینید، فقط ریگ است و خالگی هست و خیلی نمیدونم عرب ها دوست میدارند و مایون که خیلی سرسبزی رو زیاد دیده هستیم برای ما هیچ آنجا خوشایند نمی آید و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این صحراها چی می شود؟ سیراب می شود و سرسبز می شود. یکی سببش شاید آبیاری کردن باشد، دیگر بارشات زیادی باران باشد که همین به نزدیکی بود چقدر شکفتن گل ها و گیاه ها را در بعضی از صحراهای عرب به ما نمایش دادن و این چنین خواهران عزیز امروزها چقدره که تکنولوژی پیشرفته ایستاده است، آبیاری کردن هم خیلی آسان شده ایستاده است و این نشانه رو تقریبا من و شما میبینیم که در حقیقت صحراهایی که همش فقط ریگ بود و همش فقط خاکستر بود گویا دارد هر روز سرسبز می شود و این از نشانه هایی که از نزدیکی قیامت است. و نشانه دیگرش زیاد شدن باران و کم شدن نبات است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند روز قیامت برپا نمی شود تا زمانی که باران ببارد اما از آن چیزی نروید، یعنی اگر چی باران است اما حاصل کم می شود. کم شدن حاصل یکی از سببهایش در حدیث های دیگر آمده است که وقتی گناه زیاد می شود زمین هم بخیلی می کند، خصوصا وقتی مردم زکات را ندادن آسمان هم برای آنها بخیلی می کند. و نه باز نشانه های قیامت چی است؟ این است که اگر چی باران دیده می شود سبزیجات و نباتات کم می شود. باز نشانه دیگری قیامت خشکیدن دریای فرات می باشد. خواهران عزیز یکی از دریاهایی که در زمان پیامبر هم بود هنوز هم هست که آن در ترکیه و در سوریه و در عراق هست، دریای فرات می باشد و همین فرات را پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه دریای فرات خشکیده شود و وقتی که خشکیده می شود از زیر آن کوه از طلا می براید. مردم به خاطر آن کوه طلا با هم می جنگند و از هر 100 نفری که به خاطر آن طلا می جنگند 99 نفر می میرد و 1 نفر زنده می ماند و همون 1 نفر هم چی با امیدی که شاید من زنده بمانم می جنگد. و در حدیث دیگر آمده است که پیامبر می گویند وقتی به همون روز رسیدید که دریای فرات با آن بزرگی خشکید که اگر شما الان خواهران اینترنت دارید می توانید دریای فرات را بزنید که به شما کاملا دربارش معلومات هم می براید و در ترکیه هم اکثریت مردم در طرف شرق در فصل تابستان برای شنا و آبازی می روند. اون دریا با اون بزرگی را پیامبر چی میگن می خشکد و مردم از طلایی که زیر آن هویدا یا نمایان می شود یا گفتیم به خاطر آن طلا با هم می جنگند. بعضی از علما میگن که وقتی که پیامبر طلا گفتن مقصد همون طلای سیاه یعنی نفت می باشد، یعنی از این دریا نفت می براید و مردم که الان میدانید سعر یا گفتیم نرخ
نفت هم که برابر طلا دارد بالا می رود، مردم برای آن طلا می جنگند. لیکن بعضی از علمای معاصر میگن نه، همون طلای معمولی عادی که من شما میشناسیم همون طلا می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یوشکو الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا. نزدیک است که فرات بخشکد و یک کوه طلای از آنجا نمایان شود، هر کسی که به این چیز شاهد شد چیزی از آن را نگیرد، چون این چی است؟ آن فتنه است. و این رو ما هنوز شاهد نگشتیم که دریای فرات قسما یا که خشکیده باشد و زیر آن طلا نمایان شده باشد، ولی این چیز می شود چون پیامبر از این خبر دادن. در دوامش خواهران عزیز چیزی دیگر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن کردن وحشی ها و سخن کردن آهن و چیزهای سخت رو میگویند. من و شما سخن کردن آهن رو امروز میبینیم. تلفن دستی که الان داریم یا این ربات هایی که الان دارن میسازن آهن هستند و چی میکنن؟ سخن میکنن، حرف میزنن. اما سخن کردن حیوان های وحشی رو هنوز ندیدیم که این هم شده نیست، چون صادق المصدوق پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن به ما خبر دادن که در این حدیث در مسند امام احمد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یکی از نشانه های روز قیامت این است که وقتی که مرد به خانه اش برمیگردد، حتی پایافزالش و حتی عصایش درباره اهلش به او خبر میدهد. و این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، روز قیامت برپا نمی شود حتی یکلم السباع الانس، تا اینکه حیوان‌های وحشی با انسان‌ها صحبت کنند. و یکلم الرجل عذبت صوته یا صوته، و حتی با چی؟ با همان عصایش و حتی شراک نعله بند پایافزالش انسان صحبت میکند و درباره خانه‌اش خبر میدهد. سبحان الله، الان همین چیز هست. کامراهایی هستند که در پایافزال هستند، کامراهایی هستند که در خانه ها هستند، میبید از همه چیز خبر میدهند. یعنی من و شما سخن کردن آهن و سخن کردن مثل سنگ چیزها رو دیده ایستادیم با پیشروی خیلی گفتم تکنولوژی، ولیکن حیوان های وحشی هم سخن کردنشان، صحبت کردنشان رو پیامبر به ما خبر دادن. این چنین خواهران عزیز یکی از نشانه های روز قیامت این فتنه و عذاب زیاد و آرزو کردن مردن می باشد. در این باره هم حدیث در صحیح بخاری هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. روز قیامت برپا نمی شود تا زمانی که مرد از نزد قبر مرد میگذرد و میگوید ای کاش من جای تو خوابیده بودم. یعنی اینقدر فتنه و اینقدر بلا زیاد می شود که انسان ها وقتی از نزد قبر مرور میکنند میگویند کاش من الان داخل این قبر بودم. که پناه به الله ما را به آن روز گرفتار نکند که زندگی کنیم با تمنای مرگ. اینجا گفتیم نشانه های دیگرش چه است؟ آرزو کردن مرگ است از زیادی بلا. و اینجا یکی از نشانه های دیگرش کثرت الرومی و قتالهم للمسلمین، زیاد شدن روم یعنی زیاد شدن مردم اروپا و لشکر اروپا و جنگیدن آنها با مسلمان ها می شود. و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم روم و اروپا همان گونه‌ای که امروز چقدر بزرگ هستند بزرگ نبودند، ولی به هر حال تعداد آنها خیلی زیاد بود از مسلمان ها از جزیره عرب. و امروز خیلی که دیده ایستاده ما تمام امریکا رو میتوانیم اروپا گوییم، چون از اروپا رفتند و امریکا رو بنا کردند. تمام کانادا رو هم میتوانیم بگوییم اصلش مردم فرانسه و اروپا هستند و در حقیقت الان قوت هم در دست غرب است. یعنی این هیچ شک و شبهه نیست که اروپا یا روم که میتوانیم بگوییم قوت دارد که بالای مسلمان ها و دارد تمام دولت های مسلمان را شروع کرده، خصوصا پس از جنگ یکم جهان زیر دست کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند
تقوم الساعة و الروم اکثر الناس. روز قیامت برپا می شود در حالتی که مردم روم از همه زیاد هستند. یعنی مردم روم، خواهران عزیز، یا اروپا، یکی از سبب زیادیشان خودی مسلمان ها هستند. مسلمان هایی که پیشتر اگر دولت های آنها را زیر دست کرده به آنجا می رفتن، امروز به نزد آنها از دست حاکمان ظالمی که بالای سر مسلمان ها هستند پناهنده شده می روند و تعداد دولت های، یعنی تعداد ساکنان دولت های اروپا اکثریتش از مسلمان ها هم شده ایستاده است و پیامبر چی می گویند؟ خیلی زیاد می شود در آن وقت تعداد رومی ها و حتی شمایان مسلمان ها با آنها می جنگید، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم بشارت می دهند که شما با رومی ها می جنگید و بالای رومی ها غالب می آید. وقتی که روم خیلی زیاد می شود و هجوم می کند به شام، پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند وقتی آنها می آیند به شام، لشکران سربازان از سربازان مجاهد الله از مدینه برمیخیزند و میروند به شام و وقتی که رومی ها میگویند ما را یا پیش ما را نگیرید، ما باید آنهایی که به اسارت افتادن از طرفداران خودمون آنها رو نجات دهیم، اصلا این لشکران مدینه به آنها اجازه نمیدهند و در این وقت 3 روز پی هم جنگ می شود و مسلمان ها غالب می شوند. یعنی در شام، یعنی سوریه امروزه، یک جنگ بزرگ شدن و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم اعماق یا که دابق گفته هم نامش رو گفتگی هستند، یعنی نام شهر رو که میگن در همون شهر یا در نزدیکی همون شهر شما می جنگید و وقتی که مسلمان ها در آنجا، یعنی در سوریه امروزه، با رومی ها، با اروپا می جنگند و با اون تعداد لشکری کوچک بالای رومی ها غالب می شوند و دیگر غنیمت رو برای تقسیم کردن و خوشحال شروع می کنند، یک بار دجال بیرون می شود. یعنی جنگیدن مسلمان ها در شام، سوریه امروزه، با رومی ها نشانه از نشانه های قیامت است، کوچک باشد هم، ولی در پیش و پیشی برآمدنی که می شود، پیش و پیشی برآمدن دجال می شود که در باره دجال انشاءالله درسی دیگر گفته می گذاریم. و این چنین خواهران عزیز، یکی گفتیم جنگیدن مسلمان ها با اروپا یا روم باشد، دیگر فتح قسطنطینیه. قسطنطینیه خواهران عزیز این همین استانبول امروزه است که یکی از نام های قدیمی آنچه است کنستانتینوپل یا که قسطنطینیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یکی از نشانه های روز قیامت این است که یا که روز قیامت برپا نمی شود تا اینکه 70,000 از فرزندان اسحاق، یعنی همونها چی از روم، آنها بیایند و با آنها جنگیده نمی شود با سلاح، بلکه با آنها جنگیده می شود لا اله الا الله و الله اکبر. و وقتی که مسلمان ها لا اله الا الله و الله اکبر می گویند، این گروهی کلانی که در دست آنها قسطنطینیه هست پی هم شکست می خورند و با سلاح نو با این ذکر الله مسلمان ها به دست میگیرند قسطنطینیه را. در بعضی روایت آمده است که رومی هایی که مسلمان شدند، یعنی رومی های کافر نه، رومی های مسلمان می آیند و آنها زیر دست می کنند قسطنطینیه را و این هم چی است؟ یکی از نشانه های قیامت است. اینجا خواهران عزیز، من به چشمم یک حدیثی خیلی خیلی عجیب اینجا امروز افتید که سبحان الله چقدر حقیقت دارد این حدیث و چقدر هم به زمانی که امروز من و شما در آن زندگی داریم مطابق است. حاضر من میبینم که در کدام طرف بود. در اینجا درباره رومی ها گفته شده است که رومی ها آنها شخصانی هستند که
مردمی که در ظلم هستند، علل خصوص در ظلم سلطان هستند، طرفداری میکنن و آنها رو نصرت میدهند. اینجا گفته شده است این درباره مسلمان رومی های مسلمان آمده است. بعضی میگن نه، رومی های عادی که دربارهش پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو خبر دادن که و سبحان الله امروز آن رو میبینیم که در حقیقت اروپا یکی از دولت های هست که اگرچه مثلا مسلمان نیست، اگرچه کافر است همه میدانید، ولی همان گونه که در دولت های مسلمان علل خصوص در دولت های پسا شوروی بالای مردم ظلم می شود، در آنجا آن ظلم دیده نمی شود. برعکس حتی که آنهایی که از ظلم گریخته می روند حتی به بعضی آنها پناه داده می شود. و در همینجا حدیث رو دیده بودم، یکی از چشمم پرید الان، یک دقیقه. منم اینجا حدیث خواهران عزیز در صحیح مسلم است و حدیث رو دربارش اینجا آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در آنها، در رومی ها 4 خصلت است. در رومی ها 4 خصلت است. یکی از آن خصلت ها این است که آنها خیلی انسان های حلیم هستند، در وقت فتنه یعنی به غضب خود مسلط هستند. دویومش در وقت پس از مصیبت به خود زود می آیند. سیومش آنها بعد از فرار کردن دویم باره خیلی با قوت هجوم میکنن. چهارمش و خیرهم للمسکینی و یتیمی و ضعیف، و آنها خیلی خیرخواه هستند به انسانهای مسکین و یتیم و ضعیف و بیچاره و این چنین امنعهم من الظلم الملوک. سبحان الله. و آنها را نگه می‌دارند یا به آنها پناه می‌دهند از ظلم پادشاه ها. سبحان الله. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهران عزیز به چشممان همین روز دیده استادیم. در حقیقت اروپا یکی از دولت‌های است. من اینجا یگان طرفداری کفر آنها نکرده استادم، یکی بعضن چیز میگه مردم دیگر چیز میفهمن. فقط حدیث رو به چشم واقعیت نگاه کنیم. وقتی مسلمان ها مثلا به یگان از دولت‌های مسلمانی، چی دولت‌های خلیج باشد، چی دولت‌های مثلا افریقا یا خود آسیا باشد، به کجا برود هم که به من پناه ده، من الان مشکلی دارم، ظلم می‌بینم، در آنجا برایتان پناهندگی نیست. اما تا 50 چند دولتی اروپا و آمریکا وقتی میروی میگوی به من پناه ده، من مظلوم هستم، میبینید که به چقدر مسلمان هایی که خواه از فلسطین رفته باشند، خواه از کشور خودمان، خواه مثلا از ترکستان شرقی، به آنها پناه داده شده است. و پیامبر چی میگن؟ و امنعهم من ظلم الملوک. سبحان الله. حدیث در صحیح مسلم است و گویا که من اولین بار این حدیث رو میبینم که پیامبر میگن رومی ها آنهایی هستند که از ظلم پادشاه ها چیکار میکنن؟ من میکنن یا دور میکنن ظلم پادشاه ها را از مردم، که عجیب است. در حقیقت گفته پیامبر را من و شما امروز به چشم خود میبینیم. دیگر از نشانه های قیامت قتال با یهود، جنگ با یهود ها لعنت الله علیهم اجمعین، که چی مشکلی و مصیبتی که امروز بالای سر غزه و اهل فلسطین آورده ایستادن این یهود ها. و پروردگار به مردهای مسلمان، به آنهایی که خود را میگویند من مسلمان هستم و غرور مسلمانی دارم، علل خصوص آنهایی که در تخت ها نشسته هستند و میتوانند و نمیکنند، خودش انصاف بدهد که ببینید چی بلای امروز دارد به سر مسلمان ها می آید. آن مسلمان هایی که تعدادشان 2 میلیارد هست با همان 9 میلیون یهودی هیچ کار کرده نمی توانند. میگویم بالایش اروپا هست، بالایش امریکا هست. نه، بالای آنها ما مسلمان های نوجوان مرد هستیم که گویا که مرد هستیم و هیچ کار برایشان نمی کنیم. و امروز هر چیزی که بالای غزه آمده ایستاده است، اولا پیش از یهود من میگویم سبب اساسیش همین نامردهای هستند که خود رو مرد میگیرند. 2 میلیارد مسلمانی که به حالش مانده است، آن مردم فلسطین که از دست یک گروهی
کوچکترین ترسانچکترین یهودها به این حالت آمده ایستادند و ما فقط از اینجا میتوانیم عکس آنها رو این طرف و آن طرف روان کنیم، گویا که با 1 کیلو ارد و 1 لنگه ارد میتوانیم به آنها نصرت دهیم. پناه به الله. خدایا از ضعیفی و از بیچارگیم و تو پناه میبرم که در دست من چیزی نیست. و سبحان الله چه خیلی گفتم وقتی که اهل غزه رو میبینم خواهران عزیز، امروزه احوال آنها را پیش از آن که به مسلمان ها لعنت فرستم من میگویم خدایا به این نامردها مردی بده که اینها با جوان مردی از مرگ نترسیده برای خواهر و برادران فلسطینی خود فقط یک تا دعا و یک تا کارتینکنه و یک شجاعت هم این مردها نشان بدهند. اینجا قتال یهود است، یعنی جنگیدن با یهود. و عجیبش این است که خواهران عزیز پیشا پیش قیامت وقتی مسلمان ها با یهود می جنگن، سردار یهود همون دجال می شود، همون دجالی که خود را خدا اعلان می کند و یک چشم دارد و عیسی دیگر او را می کشند با او می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند یکی از نشانه های قیامت این است که شما با یهود می جنگید و شما بالای آنها غالب می آید و حتی به هر جایی که یهود از شما ترسیده پناه طلبید و گریخت و پشت سنگ باشد یا داخل درخت و سنگ به زبان می درآید. و در حدیث دیگر آمده است که 70,000 یهود و آنها از اصفهان شهر از شهرهای ایران امروزی هست که در حقیقت یهودها در داخلش زندگی میکنن، همراه دجال به میدان میبرایند. یعنی طرفداران دجال از شهر اصفهان ایران امروزه میشود. 70,000 همه اینها در دست شمشیر می جنگند با همراه عیسی و مسلمان ها. عیسی وقتی که در آخر زمان می فرایند، مسلمان می فرایند، نماز می گذارند. سبحان الله، کاش در این زمانی که ما یگانه از پیامبر را ندیدیم، کاش حتی زمان عیسی را می دیدیم، ولی پر از بلا و پر از فتنه ها آن زمان هم می شود و مسلمان ها همراه عیسی و یهود ها همراه دجال می جنگند. این موضوع باز وسیع‌تر می آید و وقتی که دجال کشته می شود و مسلمان ها غالب می آیند، یهود ها می گریزند پشت درخت و پشت سنگ و پنهانی که الله چیکار میکند؟ الله آن درخت و آن سنگ را به زبان می آورد که میگوید بیا ای مسلمان، در پشت من این یهودی ترسانچک گریزان است و آن را بکش. و یهودها از اول ترسانچک بودند. امروزه قوتی که آنها دارند از دست 2-3 سربازی که امریکا یا اروپا به آنها میفرستد، آن هم با پولهای خیلی بزرگ. چه خیلی میدانید دولت یهودی امروزه یک عروسک هست یا گفتیم یک دخترکی هست که به امریکا و به اروپا هیچ کار کرده نمیتواند و این یک تحقیر است برای دولت‌های مسلمان که در قلب دولت‌های مسلمان امروز ساخته شده است. این پلید دولتی که با نام خود را دولت دینی میگوید، دور از دینی. موسی و هارون از این همه خباثت هایی که آنها انجام میدن، ولی باز هم میگویم و همیشه میگویم این همه قوت یهودی که امروز میبینیم از ضعیفی مردهای ما میباشد و این همه قوت منافقانی که هم ما چی در داخل کشور خود چی در دیگر جا میبینیم از دست ترسانچکی مردهای ما میباشد. اگر مردها قوی میبودند، مردها همون گونه ای که اصحاب پیامبر بودند و از مرگ نمیترسیدند، این همه منافقان اینقدر جان نمی گرفتن، این همه یهود اینقدر جان نمی گرفت که ما دنیا رو دوست داشتیم، ما از پای دنیا شدیم و جان خود رو خیلی و خیلی بالاتر از همه کردیم و این بلاها دارد روز از روز ذلت بالای ما می آید. پروردگار در دنیای دو روزه با شجاعت زیستن را برایمان و برای فرزندانمان نصیب کند. این درباره جنگیدن مسلمان ها همراهی که بود، همراهی یهود بود و آخران نشانش را میگیریم و خداوند را سپاسگزارم که تمام تقریبا نه همش را اما تقریبا 50 تا از نشانه های قیامت را همراه شما خواهران عزیز گفته گذاشتیم. آخران از نشانه هایش این در
باره کوچانیدن یا اینکه از بین بردن خانه کعبه می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر می دهند که در آخر زمان اهل مکه، یعنی آنهایی که ساکنان مکه هستند و در اطراف کعبه زندگی میکنند، حرمت کعبه را پایمال میکنند. و وقتی آنها حرمت کعبه را پایمال میکنند، یعنی همون گونه که کعبه احترام دارد آن احترامش را نمیدهند، پس از این مرد سیاه پوسته که در سرش تقریبا موی نیست، پایهایش خیلی استخوان و خراب است، می آید با لشکری بزرگ و غشت به غشت یا گفتیم دیوار به دیوار آن خانه کعبه را می کند، لباس آن کعبه را که در بالایش پوشیده است آن را می گیرد و در داخل آن زر و زیور یا کنزی که است آن را هم از خود می کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند وقتی حرمت کعبه به دست ساکنانش پایمال گشت، بعد از این دیگر حرمت او به جایش نمی آید و بعد از این می آید و خانه کعبه را آن سیاه پوست از حبشه چی می کند؟ کلن ویران می کند، نابود می کند و در آن وقت دیگر شما قیامت بزرگ را انتظار شوید. و یکی از خواهران عزیز پایمال شدن کعبه امروز همون داخل شدن توریست ها هستند که میبینید که هیچ شرط و شروط قانون برای بعضیش نیست و حتی کنسرتی که به نزدیکی اینقدر تحقیر بود شکل کعبه رو به مابین کرده، زنهای اوریان رقصیدند و عربستان سعودی به آن مبلغ گذاری کرد و این رو نمیدونم چیز دیگر گفت که خداوند هدایت کند حاکمان آنجا را. این هم یکی از زیر پا کردن احترام کعبه، احترام آن بلد شریف می باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ پیش و پیش روز قیامت اولا از دست خود ساکنان ناحرمتی می شود برای کعبه، بعد از این انسان یا سیاه پوست می آید و با اینقدر قوی هست که کسی پیش راهی رو گرفته نمی تواند، سنگ به سنگ، آجر به آجر یا گفتیم غشت به غشت خانه کعبه رو ویران می کند و زر و زیور یا ثروتی که در آنجا هست همش را از آن خود می کند که این هم یک بلای بزرگ بالای مسلمان ها هست. این بود خواهران عزیز نشانه های کوچک قیامت که چند درسی که با هم داشتیم به آخر رسانیدیم. پروردگار به ما در قوت و در وقتهایمان برکت دهد. درباره مهدی و مسیح و دجال و آمدن عیسی و یاجوج و ماجوج و این چنین درباره دابه و یعنی حیوان بزرگی که پیش از قیامت می آید و دیگر تقریبا 9 از نشانه های بزرگ قیامت که پیامبر در حدیث برای ما خبر دادن و در قرآن هم آمده است از درس دیگر انشاءالله شروع خواهیم کرد.